قربان نظر را جنگلبان پشتی میگویند. جنگلزاری قراسنگ ها منطقه تحت نظارت اوست که 2572 گکتار زمین را فرا گرفته در آن انواع گوناگون درخت می روید. در ناحیه دنغره جایگیر شده است. در منطقه‌ای که به من وابسته شده است اساساً درخت‌های پیسته، بادام، شولش، همین درخت‌ها وجود دارند. در فصل گرما اگر به درخت پیسته به خاطر میوهش توجه زیاد شود، در فصل سرما چوب آن هیزمی با صفت است. از این رو بیشتر بریده می شود. در زمستان بسیارتر این حالات کم بیش رو میده. در وقت تابستان دیگه حالات بروش نمی شود. چوب پیسته به سبب در ترکیبش مواد کیمیاوی تنین و روغن داشتنش خوب و دیر می سوزد. ثابت شده است که در تاجیکستان نقش انسان در نابود کردن جنگلزارها به خاطر سوزشواری افزوده است. در منطقه ما هم هست بعضی حالات می شود که غیر قانونی آمده درخت‌های تر رو میبرند، نسبت آنها پروتکل‌های مأموری ترتیب داده جریمه‌ها کرده می‌شود. در ولایت ختلان 145 نفر را برای بریدن درخت پیسته به مبلغ زیاد از 17,000 سامانی جریمه بستند. این جریمه بندی ها تلفات را جبران نمی کنند. برای نیست کردن یک نهال درخت پیسته اگر چند ساعت یک روز کفایه باشد، برای درخت شدن آن 17 سال لازم می آید. در منطقه با من وابسته شده در سال 2016 23 گکتار پیسته نهال پیسته از دانه شنیدیم که نهالا با قریب 15-20 سانتی متر قد کشیدند. 50 سال پیش 20% قلمرو تاجیکستان جنگلزار بود. حالا حدود 3% آن باقی مانده است. زیر دست قربان نظر 10 نفر کار میکنند. در فصل سرما کار آنها بیشتر می شود. بعضی وقتا می شود که شبانگاه در راه ها ایستاده نگاه میکنیم که غیر قانونی آمده جنگل رو نبرند. در بازارهای ولایت ختلان یک بنچه هیزم پیسته از 5 تا 6 سامانی نرخ دارد. ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان عملیات مخصوصی را با نام رمزی هیزم به راه مانده است که با این عمل می‌خواهد از نابود شوی درخت‌ها جلوگیری کند.